برای آموختن دین برای فرزندان چی توصیه می دهید؟ بله برادرای عزیز، برای فرزنداتون دین تعلیم دهید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی که آنها 7 ساله میشن آنها رو به نماز امر کنید، آنها را به مسجد ها برید، تعلیم شریعت گیرن، تعلیم قرآن گیرن، احکام شریعت گیرن. کم کم اگر در یک روز 1 ساعت برای تعلیمات دین اگر وقت جدا کند، سبحان الله، تا روزی که مکتبی میانه را به ختم میرساند، هم قرآن را حفظ میکند، هم چندین کتاب های شریعتی را به پایان میرساند، هم زبان عربی را میداند، هم از قرآن با خبر میشد، هم علم دنیا را میخواند. این عمر اگر این شروع استفاده برد خیلی علم میگیرد. اگر مادامی که در کشور زندگی کنید که در آنجا علم نباشد، دیگر مجبور به طریق آنلاینی درس گیرن، استادها یابید، به استادها درس‌های سپرن، علم گیرن.